طبق پیشگویی پشکی اگنتی آب و هوایی شناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی که موسم زمستون رو ما پشکی پیشگویی کرده بودیم. موسم زمستون امسال یعنی که دکبر سال 2021 و ینور فوریه 2022 از معیار اقلیمی 1-2 درجه گرم پیشگویی می شود، ولی مقایسه با سال 2021 3-4 درجه گرم در نظر است. یعنی که باریدن بارشات‌ها از معیار اقلیمی در فصل موسم زمستون کم در نظر است. تنها در ماه فوریه در منطقه‌های کوهی تا به مرکز و غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان کمی از معیار اقلیمی زیاد پیشگویی می شود. یعنی که باریدن‌های برف‌ها در منطقه‌های کوهی در نظر است و پیشگویی کرده می شود. در وادی‌ها نیز با سبب وارد شدن انبوه هوای نمناک و سرد در وادی‌ها در دوام زمستون باریدن بارشات، باران و مبادل گردن آن به برف در نظر است. یعنی که انبوه هوای سرد سیبری و از روسیه اروپایی حرکت کردن به جمهوری در فصل زمستون نهایت کم است. 20% را تشکیل می‌دهد که این نهایت کم است، ولی با منطقه جمهوری ما حرکت کردن های موج‌های گرم از منطقه جنوب 70% را تشکیل می‌دهد که سبب آن زمستون گرم در نظر است. یعنی که این همه گرمشوی زمستون عامل‌های تغییر اقلیمی باشد و تاثیر آن حس کرده می شود که زمستون امسال نهایت گرم آمده است از معیار اقلیمی و ماه فوریه نیز از معیار اقلیمی گرم در نظر است و باریدن بارشات‌ها اساساً از معیار اقلیم پست پیشگویی کرده می شود. تنها در بعضی حالت‌ها در تابع مرکز منطقه‌های کوهی تابع مرکز و غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان باریدن بارشات‌ها از معیار اقلیمی زیاد در نظر است، ولی با سببی که موج‌های گرم و خنک حرکت کرده بودند در منطقه‌های کوهی باریدن برف از روزهای باز 15 ینور تا 18 ینور در نظر است. در وادی‌ها باشد اساساً باریدن باران در این دوره پیشگویی کرده می شود. با سبب جمع آوردن در منطقه‌های کوهی برف در شاهراه‌های دوشنبه خوجند فرآمدن ترما پیشگویی کرده می شود و در غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان نیز از 15 تا 18 ینور فرآمدن ترما پیشگویی کرده می شود. در شاهراه‌ها یخبندی است و در منطقه‌های کوهی در راه‌های منطقه‌های کوهی در شاهراه‌های منطقه کوهی نیز یخبندی پیشگویی کرده می شود و تمام فرایی نیز در نظر است.